زنهایی که در پیکرن یعنی کار و فعالیت میکنند در پیکرن زنها یعنی پردویسشون مردک گوزچیکایشون مردک میباشند. در اونجا برای زنها کار کردن جایز است یا نیست؟ اگر خلوت نباشد یعنی با یک مرد بیگانه در یک جا یک به یک نمیمانده باشد، جایی که آمیخته باشد و سطر و عورتاش پوشیده باشد، یعنی ما این حرام گفته نمیتونیم. لیکن جایی که مرد و زنها آمیختگی هست و در یک جا همیشه مردهای بیگانه و زنهای بیگانه کار میکنن، این عاقبتی وخیم دارد، عاقبتی بد دارد. چون که این همکارم گفته قطیش گپ میزند، گپای عادیه که متعلق به کار است، متعلق به کار است. همین گپای عادی سرشوی گپای بد میشه، عاقبتش بد، عاقبتی بیزیب شدنش ممکن است. بنابراین شریعت از آمیختگی حرام کرد. در کتابا علما رحمت الله علیه وقتی که درباره ترجمه حال بنویسند، مثلا ترجمه حالی صحابه ها باشد، صحابه های مردها رو تمام کنند، در آخر کتاب بعد صحابه های زنها رو ذکر میکنند. حتی میگن در داخل کتاب زن و مرد آمیخته نمیکنند، در داخل کتاب زن و مرد آمیخته نمیکنند. اسلوب علما همین است. چون که آمیختگی این عاقبتش بد است. درست است که مثال یک آدم با یک زن 40 سال کار کرده هیچی نشده است، یعنی عملهای نادر است، لیکن به هر حال احتیاط خوب است. الله اعلم.